درود بر شما دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ قرار امروز یه کار آموزش با کلاه داشته باشیم و یه مشه حدود 70-80% میخوان رو زمین موهای خودشون. موهاشون خیلی تیرگی زیاد داره، میگن رنگ نذاشتم، رنگ موهای خودم انقدر تیره هست و قسمت روی موهاشون خیلی کم پشته. یه مشه 70-80% میخوایم براشون در بیاریم. قول رنگ روشن بهشون ندادیم ولی نتیجه کارمون خیلی عالی شد بچه‌ها، به خاطر اینکه حالا روش‌هایی که در ادامه ویدیو بهتون میگم ما انجام دادیم و این باعث شد که پایه خیلی خوبی رو به دست بیاریم و بتونیم یه مشه خیلی روشن براشون اجرا کنیم. پس حتما تا پایان ویدیو همراهی با باشید، آموزش به شدت کاربردی از دست ندید. طبق معمول همیشه اینو باید بدونید که موها کاملا تمیز، شسته شده، براشینگ شده باشه. حتما زیر کلاهتون کاور بذارید، حتما کاور بذارید. و اگر موها بلندتر بود، اگر موی مشتریتون بلندتر بود، حتما از پلاستیک‌های بزرگتر مثل پلاستیک زباله که بلندتر هست استفاده کنید که قشنگ تا پایین موها بیاد. بعد از اینکه پلاستیک رو گذاشتین، کلاه رو روی سر قرار میدید و مطمئن میشید که کلاه کاملا رو سر فیکس شده. بچه‌ها کلاه‌ها الان واقعا تو بازار خیلی اذیت میکنن. یه کلاه هستن که خیلی سفتن و مشتری واقعا با این کلاه اذیت میشه. اما بهترین نوع کلاه‌ها به نظر شخصی منه این کلاه‌های ژله‌ای هستش که خیلی کلاه‌های نرم و خوبیه و مشتری خیلی اذیت نمیشه. قسمت پایین کلاهو میبینید کاملا بکشید پایین. حالا در ادامه ویدیو هم بهتون کاملا آموزش میدم که چطور از پشت سر موها رو در بیارید که پشت گردن کاملا موها از کلاه خارج بشه. دغدغه خیلی از شما در زمینه کار با کلاه این هستش که بعضی از قسمت‌ها از کلاه خارج نمیشه و براش دغدغه دارید. قسمت پشت گردن رو دغدغه دارید و من سوال خیلی دیدم داخل کامنت ها از من پرسیدید که موها در واقع قسمتی که میخوایم از کلاه خارج نمیشه. چند تا ویدیو داخل کانال هست، آموزش مشه کلاهی رو گذاشتم، زیر اون پست ها بر من کامنت گذاشتین و پرسیدید. در ادامه بهتون میگم دقیقاً باید چی کار کنید. بچه شما زمانی که میخواید قلاب بزنید باید مطمئن باشید از اون قسمتی که قلاب میزنید قلاب رو زیر کلاه نچرخونید. خیلی نچرخونید به این معنا نیستش که تکون ندید، به این معنا هستش که قلابو خیلی فرو نکنید، از یه قسمت دیگه کلاه در بیارید. تو همون قسمتی که حفره هست قلابو میزنید، از همونجا رو میکشید بیرون. حالا تو همون نقطه چرخش کوچیک میتونید انجام بدید اما سر قلابو خیلی داخل نکنید. وقتی سر قلاب خیلی میره داخل باعث میشه که موها از قسمت‌های دیگه در بیاد. ولی وقتی شما سر قلابو دقیقاً رو همون قسمتی که باید بزنید در واقع انجام میدید، به راحتی از همون قسمت مو خارج میشه. دقت کنید دقیقاً چطور موها رو از کلاه ما داریم خارج میکنیم. بچه‌ها موها برای کار مشه با کلاه 100% تمیز، شسته شده و براشینگ شده باشه. اصلا رو موی خیس و چرب کار نکنید چون 100% کار شما رو دچار مشکل میکنه. سعی میکنم ریزترین سایز قلاب انتخاب کنم، کنترل شده موها رو از کلاه خارج کنم و موقعی که میخوام موها رو از کلاه خارج کنم ببینید دستم زیر کلاه قرار میگیره، یعنی متوجه هستم که از چه قسمتی مو رو دارم خارج میکنم. بالای سر رو نمیگم ولی قسمت پشت گردن که دغدغه خیلی از شما هست، انگشت من الان دقیقاً زیر کلاهه و من حس میکنم که دقیقاً کاملا حس میکنم که دقیقاً از کدوم قسمت داره در واقع مو خارج میشه. مطمئن میشم که از کدوم قسمت مو داره خارج میشه. در ادامه ویدیو شما میبینید که در انتهای کار خط رویش پشت گردن کاملا از کلاه خارج شده، با اینکه موهاشون کوتاه هست و موهای کوتاهی دارن، موهای کم پشتی دارن. قسمت پشت گردن و پایین موشون خیلی کوتاه هست ولی به راحتی تمام قسمت ها از کلاه خارج شده. وقتی که من بخوام قلابمو با دقت بیشتری در واقع بزنم و در واقع موها رو خارج کنم به راحتی همه قسمت ها در میاد. اگر دقت کنید میبینید که در انتهای کلاه بچه ما اصلا از حفره هام دست مواقع در نمیاریم، میایم آخرین خط کلاه و آخرین خطی که رو کلاه قرار داره از جایی که حفره نداره در میاریم. هیچ اشکالی نداره، شما میتونید قلابو کنار حفره ها هم بزنید. خط پایین کلاه که آخرین خط کلاه هست رو میبینید کاملا میایم روی در واقع خط کلاه خارج میکنیم. اینجا همکار من بچه اومد از روی پلاستیک در آورد یه لحظه موها رو، ولی من گفتم این کار رو انجام نده چون که پلاستیک احتمال داره نشی بده. بیا از قسمت آخرین مرحله کلاه در بیار. میبینید خط پایین کلاه کاملا فیکس میکنید، میاد از خط پایین در میارید. میبینید کاملا
داخل حفره نیست، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. فکر نکنید فقط بعد از حفره ها در بیاد، نگاه کنید قسمت پایینو. این قسمت پایین من عمدن برای شما ویدیو گرفتم که کامل ببینید. این قسمت های پایین ما یه خط پایین کامل در آوردیم موها رو از کلاه و شما میبینید که در انتهای کار ما چقدر قشنگ تونستیم قسمت پایین موها رو و خط روش رو کامل در بیاریم. از روی پلاستیک بچه‌ها در نیارید، چون پلاستیک بهش اعتبار نیست، نشتی میده میره داخل، اما کلاه ژله و سفته نگه میداره موها رو. بیاد لایه‌های پایین‌تر کلاه و به راحتی در بیارید. میبینید که به این ترتیب موها از کلاه خارج شد. قسمت بالای سر رو خیلی خیلی زیاد در نیاوردیم چون بالای سرشون خالی بود، یکم فاصله ها رو بیشتر رعایت کردیم. از پودر سفید استفاده کردیم. اینجا بچه اکسیدانمون شماره 2 هست یا همون 9%. این مو جزء 10% 15% افرادی هستش که باید ما از اکسیدان 2 استفاده کنیم. اما بچه دقت کنید وقتی مواد گذاری کردید مو رو رها نکنید، 10 دقیقه بعد مجدد موها رو چک کنید. پودر سفید اکسیدان شماره 2 یا همون 9% ترکیب میشه. غلظت مواد رو کامل شما دارید میبینید و میاد مواد گذاریتون رو با دقت انجام میدید. مواد گذاری بچه‌ها خیلی مهمه. مطمئن باید بشید که به همه قسمت ها مواد آغشته شده. یک دست دارید کار میکنید. موقعی که میخواید پیشبند رو ببندید دقت کنید پیشبند کاملا بالا باشه، روی اون پلاستیک رو بگیره، روی اون کاوری که زیر کلاه هست رو بگیره. چون یه وقتی این کارها رو دقت نکنید نشتی زیادی تو کارتون میتونید داشته باشید، ولی وقتی این نکته های ریز رو دقت کنید کارتون خیلی تمیز در میاد و بی دردسر، و وقتی موها رو شستین دیگه نیاز به لکه گیری و داستان این شکلی ندارید. اکسیدانمون اینجا شماره 2 یا 9%. این مورد از موردهایی هستش که 10 تا 15%. من همیشه تو آموزش ها میگم اکسیدان 6%، ولی کسی که موهاش انقدر تیره هست، بیس موهای خودش طبیعی انقدر تیره هست، خیلی خیلی بهتر هستش که استارت رو با اکسیدان شماره 2 بزنید و در ادامه بهتون میگم برای شارژ از چه اکسیدانی باید استفاده کنید. کاملا با دقت کامل همه قسمت ها رو مواد گذاری میکنید. مطمئن بشید که به تمام قسمت ها مواد آغشته شده. یعنی اگر یک قسمتی بچه‌ها جا بمونه کار شما داستان دار میشه. باید اون قسمتی که مواد نخورده به همون اندازه‌ای که اون قسمتی که مواد خورده مجدد شما مکس بدید. بنابراین دقت کنید که بتونید دوباره کاری تو کارتون نداشته باشید، تایمتون زیاد تلف نشه. وقتی از اول درست و اصولی کار کنید زمانتون دیگه هدر نمیره و به راحتی میتونید یه کار تمیز و بی نقص به مشتریتون ارائه بدید و واقعا خستگیتون در بده بعد از اینکه 1-2 ساعت سرپا موندین کار انجام دادید. با دقت و مهارت مواد گذاریتون رو انجام دید. گفتم اکسیدان شماره 2 یا 9% برابر با پودرتون ترکیب میکنید. به غلظت مواد دقت کنید. اگر پودرتون بافتش خشک هست اکسیدان 1.5 برابر، اگر پودرتون بافتش نرم هست 1 به 1 تقسیم میکنید، در واقع ترکیب میکنید اکسیدان با پودرتون رو و به این ترتیب که دارید میبینید مواد گذاریتون رو انجام میدید. وقتی که مواد گذاری رو انجام دادید مطمئن شدید تمام لایه ها رو چک کردید که به همه قسمت ها مواد آغشته شده، سعی میکنید که 10 دقیقه 1 رو بعد حتما موها رو چک کنید. ببین چند بار تکرار کردم بچه‌ها این نکته رو. بعد از اینکه مواد گذاری انجام دادید فویل رو سر مشتری میذارید. بعد از اینکه فویل رو گذاشتین 10 دقیقه تا 1 رو بعد میایید چک میکنید. فویل رو برمی‌دارید و چک میکنید موها رو. وقتی که کاملا چک کردید موها رو 45 دقیقه مکس میدید. اینجا بچه‌ها پایان 45 دقیقه ما هست، یعنی ما پایان 45 دقیقه‌مون مو به همچین پایه‌ای رسیده. داریم یک مقدار موها رو تمیز میکنیم از مواد اول که زدیم و مجدد میخوایم شارژ کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه موهاشون استقامت داره، موهاشون در سلامت کامل هست. مرحله اول با اکسیدان شماره 2 کار کردیم و الان برای شارژش میخوایم بیایم از اکسیدان شماره 1 یا 6% استفاده کنیم. سعی میکنیم تا جایی که امکان داره مواد قبلی رو پاک کنیم با حوله یا با دست. به همین حالت که میبینید خیلی امور رو میشورن. من این کار اصلا قبول ندارم، به خاطر اینکه درد سر کارتون بیشتر میشه، آب میره داخل حفره های کلاه و داستان دار میشه و وقتتون خیلی تلف میشه. کاملا سعی میکنید مواد خالی کنید از روی مو تا جایی که امکان داره و میرید سراغ اکسیدان شماره 1 یا 6% و مجدد پودر دکولوره و مجدد مواد گذاریتون رو انجام میدید.
بچه‌ها برای این مرحله پودر آبی هم میتونید استفاده کنید، اما لزوما این به این معنی نیست که اگه پودر آبی نداشته باشید نتیجه خوب نمیگیره. اتفاقا امشب یه لایو هم تو یوتیوب داشتم راجع به این موضوع صحبت کردم، لایو هم ذخیره کردم، حتما برید لایو رو ببینید که چه نکته‌هایی رو باید رعایت کنید که پایه بالای دکولوره داشته باشید. خب با پودرهای رنگی هم میتونید کار کنید، ولی ما اینجا فقط با پودر سفید کار کردیم و شما میبینید که نتیجه کارمون هم خیلی عالی و خوب در اومد. میریم سراغ موادگذاری مجدد با پودر دکولوره سفید و اکسیدان 6%. مجدد موادگذاری میکنیم حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت. بچه‌ها مکس میدیم به موها، چون جنس موها خوب بود، مقاومتش خوب بود و اجازه دادیم که مو بیشتر پایه بگیره و پایش بالاتر بره. من مجاز نیستم که هر تایمی که دلم میخواد مواد رو مو باشه. سلامت موهای مشتری اولویت هست. چک میکنم اگر مو سلامت کامل داشت من به مواد گذاریم ادامه میدم و به مکسم ادامه میدم تا به اون پایه‌ای که میخوام موها برسه. این نکته هستش که من باید خیلی بهش دقت کنم و تکمیل کننده کار من هستش. مجدد به تمام قسمت ها مواد میزنیم با دقت و مهارت کافی و مطمئن میشیم که به همه قسمت ها مواد آغشته شده و مکس 45 دقیقه تا 1 ساعت رو میدیم به موها که بتونیم در واقع اون رنگی که در ادامه ویدیو شما میبینید و به راحتی رو موها اجرا کنیم. پایه خیلی بالایی تونستیم به دست بیاریم و رنگی که اجرا کردیم یه رنگ خیلی روشن شد، در ادامه میبینید. بنابراین موادگذاری من و پایه رسوندن موهای من در ترکیب رنگ من خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. اگر من پایه بالا نتونم به دست بیارم یه مقدار داستاندار میشه کار من و بعد مدام چند تا رنگ رو ترکیب کنم، ولی وقتی پایه من مناسب باشه من با تک رنگ 2 رنگم میتونم یا تک رنگ یا 2 رنگ میتونم نتیجه دلخواهمو کسب کنم. امشب توی لایوی که داشتم داخل یوتیوب کاملا راجع به این موضوع صحبت کردم. لایوم ذخیره هست بچه‌ها، حتما برید لایو رو ببینید. بعد از 45 دقیقه میبینید که زردیمو کاملا برطرف شد و پایه خیلی خوبی رو به ما داد. موهاشون هم در سلامت کامل هست. میتونیم مکس مجدد بدیم ولی ترجیح این هستش که شسته بشه به خاطر اینکه مو خشک‌تر نشه، چون هر چقدر بمونه مو خشک‌تر میشه. مشتری داخل سرشور میبریم و شروع میکنیم به شستشوی موهاشون رو کامل میشوریم. نکته به شدت مهم و تاثیرگذار این هستش که بعد از اینکه موها رو آب کشی کردین حتما موها رو با شامپوی معمولی بشورید. شامپوی خاصی نیست، شامپوی معمولیه. میشورید که ذره های ریز دکولوره از تو موها خارج بشه و بتونیم با یه رنگ در واقع یه رنگساج عالی روشون انجام بدیم. کاملا شامپو میزنید و مطمئن میشید که تمام دکولوره ها از رو مو خارج شده. شاید با آب کشی شما فکر کنید خارج شده از رو موها، ولی با چشم دیده نمیشه. آب کشی تنها به شما کمک نمیکنه. حتما شامپوی معمولی بزنید و بعد از شامپو موها رو آب کشی کنید و آماده کنید برای رنگساز رو موهای کاملا نمدار. این نکته بچه خیلی نکته مهمیه. اگر این کار رو انجام ندید قطعا رنگسازتون جالب و خوب در نمیاد و رفله های بنفش تو کارتون 100% میبینید. کاملا آب کشی میکنید موها رو و مشتری آماده میکنید برای رنگساز. خب بچه ها رنگ همون رو با هم ترکیب کردیم. از 2 تا رنگ توی این ترکیب استفاده کردیم. اکسیدانمون نیم یا همون اکسیدان 3% هست. اکسیدان به رنگ ها برابر هست. در ادامه ویدیو ترکیب رنگم بچه ها بهتون میگم. مواد خوب با هم ترکیب میکنیم. از ترکیب شدن موادتون کاملا مطمئن باشید. مواد رو موهای نمدار میزنید، حدود 1 ربع مکس میکنید. نکته، وقتی من رنگساج دارم رو موها میزنم، رنگساج رو نمیزنم برم بشینم و مشتری رو رها کنم. رنگساج وقتی رو موها میخوره حدود 7-8 دقیقه ماساژ میدم. خیلی خیلی نکته مهمیه، چون که کلاه هست. به ریشه ها دقت کنید، ریشه ها رو کامل بکشید بیرون و سعی کنید به تمامی قسمت ها رنگساجتون آغشته بشه. حدود 10 دقیقه تا 1 ربع مکس میدید و پایان 1 ربع موها رو میشورید و میبینید که نتیجه کار چقدر عالی شد. رنگساج زدن خیلی مهمه. اگر یه قسمتی جا بمونه قطعا زردی و بدرنگی و چند رفلگی تو کار میبینید، مخصوصا که موهاشون مشکیه و وقتی که موها مشکیه به این شدت اگر یک مقدار زردی داشته باشه رنگساج شما به شدت بدرنگ میشه و زردی شما رو چند برابر نشون میده. بنابراین رو زمینه تیره دقت کنید. رو زمینه تیره باید پایه شما مناسب باشه، رنگساج مناسب باشه و بتونید یه رنگ روشن اجرا کنید. در غیر این صورت یه رنگ زرد بدرنگ ناجور روی اون زمینه دارید و واقعا اصلا
قابل پسند مشتری نیست. کاملا ماساژ میدید. میبینید بچه‌ها وقتی که رنگساژ رو گذاشتید مو رو رها نمی کنید، مدام ماساژ میدید، مطمئن بشید که به همه قسمت ها مواد آغشته شده. پایان 10 دقیقه تا 1 ربع موها رو میشورید، اصلا شامپو نمی کنید. دقت کنید فقط آبکشی و ماسک مو و بعد از اینکه این کار رو انجام دادید موها رو یه براشینگ حرفه‌ای میکنید و میبینید که تونستیم با 2 تا رنگی که در ادامه ویدیو بهتون میگم یه همچین رنگ جذابی رو انجام بدیم. دوستان مرسی که تو این ویدیو همراه من بودید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت برام بذارید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید که بیشتر بتونیم آموزش‌های جذاب براتون آماده کنیم. این خط رویش رو بچه‌ها ببینید، خواستم بهتون نشون بدم کاملا خط زیر موها از کلاه خارج شد و دغدغه که خیلی از بچه‌ها دارن کاملا خط رویش با اینکه موها خیلی کوتاه هست کامل از کلاه خارج شد و ما تونستیم یک کار تمیز و مرتب برای مشتریمون انجام بدیم. اکسیدانمون نیم هست برای رنگساژ و از 2 تا رنگ استفاده کردیم برای این کار جذاب و عالی. دوستان 2 تا رنگ استفاده کردیم، رنگ 12-1 دودی و رنگ 902 سوپر پلاتینه صدفی برند آنیکا. 2 تا رنگ مساوی بچه‌ها با هم ترکیب شده و با ترکیب این 2 تا رنگ تونستیم روی پایه‌ای که دیدین با اکسیدان نیم یه رنگساژ خیلی خیلی عالی و بی‌نظیر اجرا کنیم. پس ببینید که ترکیب رنگ و پایه مناسب داشتن چقدر میتونه به ما کمک کنه که نتیجه کارمون چقدر خوب در بیاد. اکسیدان هم برابر با رنگ هامون خیلی پرملات و حسابی رنگساژ رو موها میزنیم و نتیجه هم که دیدید که چه نتیجه جذابی رو تونستیم با این ترکیب به دست بیاریم. مرسی از همه شما که همراه من بودید تو این ویدیو. حتما منتظر نظراتتون هستم. سوالاتتون رو برای من کامنت کنید. به زودی باز هم برمیگردم با کلی آموزش جذاب و کاربردی. لایک و کامنت و سابسکرایب کانال ما یادتون نره. حتما کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. خیلی دوستتون دارم. با امید دیدار مجدد در ویدیوهای بعدی که قرار کلی آموزش کاربردی و جذاب و باز هم با هم دیگه تو این کانال داشته باشیم.